و همان گونه که آن عبادت بی‌ضرورت خداوند نیز پاداش آن را در نفسش وعده نموده است. پیامبر علیه السلام در بخش مگر روزه که آن برای من است. ایده مبارک شد دوستان عزیزی. نه ایده اومد، عید 2023 مبارک شد. هموطنان عزیز زنده باشید. روزه ایده مبارک شد. سلام دکتر، سلام باشید. ثواب ثمره تلاوت قرآن شما برادران ایدتون باشه. سبحان الله تعالی جل جلاله برای رسالت پیام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر روح گذشتگان جمیع پیغمبران و بر روح گذشتگان همه خاندان پروردگار گذشتگیشون برکه رحمت داخل جنت کنی بی رحمتی کنی. شما اینجا مبارک شب برادر. شما رحمتتون مبارک باشه. زنده باشن. زنده باشید. گپ نیست.